میاموتو موساشی بزرگ، زاده 1584 میلادی که با نام‌های شینن تاکزو، میاموتو بنوسوکو و نیتن دوراکو نیز شناخته می‌شود. رونین و سامورایی مشهور ژاپنی است. او به خاطر مهارتش در شمشیرزنی و نیز پیروزی‌های چشمگیرش در نبردهای 2 نفره با شمشیر شناخته شده است. نخستین مبارزه‌اش را در سن 13 سالگی انجام داد و پیروز شد. موساشی بنیانگذار سبک شمشیرزنی نیتن ریو، ریوهوتو نیتن ایچیریو و نیز نویسنده کتاب 5 حلقه به ژاپنی گورین نوشو درباره استراتژی، تاکتیک و فلسفه است که هنوز هم تدریس می شود. او کتاب‌های دیگری از جمله دوکودو نیز نوشته است. او همچنین در آخرین نبرد دوره سنگوکو معروف به محاصره اوساکو به عنوان یکی از سربازان تویوتومی هیدیوری حضور داشت که توانست پس از شکست خوردن سپاهیان هیدیوری در آن نبرد سخت زنده بماند. این مرد بزرگ سرانجام در 13 ژوئن 1645 در 61 سالگی به مرگ طبیعی که احتمال آن سرطان معده است جان باخت.